سلام بینندگان عزیز، سرخط خبرها را از رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. تاجیکستان از فرانسه استرداد محمد اقبال صدرالدین مدیر سامانه اصلاح نت را خواسته است. مقامات تاجیک و قرغیز در دوشنبه مسئله مرز را بحث کردند. اوکراین میگوید چند دهه دونتسک را از دست سربازان روسیه پس گرفته است. مقامات تاجیکستان با ارسال درخواست رسمی از فرانسه خواستند محمد اقبال صدرالدین، یک فعال مخالفین و مدیر پایگاه اصلاح را بازداشت کنند و برای محاکمه به دوشنبه بفرستند. مقامات سال 2020 رسما او را به قلابه متهم کرده بودند و گفتند که او $430,000 سه شهروند تاجیکستان را گرفته و برنگردانده است. واکنش مقامات فرانسه به این درخواست دسترس نیست، اما خود محمد اقبال صدرالدین روز 12 میون بر رادیو آزادی درخواست طرف تاجیکستان را دارای انگیزه سیاسی نامید. محمد اقبال صدرالدین گفت درخواست تازه به دست مقامات فرانسه رسیده است و نسخه از سند را در این باره او بر رادیو آزادی نشان داد. دادستانی کل گفته بود که محمد اقبال صدرالدین سه شهروند تاجیکستان را سال 2010 در دبی فریب کرده، از آنها هزاران دلار گرفته است. محمد اقبال صدرالدین اتهامات را بی اساس نامید و تعقیب برای فعالیت‌های سیاسیش دانست. دادستانی کل تاجیکستان به ضد محمد اقبال صدرالدین با اتهام قلابی با رسانیدن ضرر مخصوصاً کلان پرونده باز کرده است. محمد اقبال صدرالدین در فرانسه پناهجوست و سالها باز به لحن تند از عملکرد مقامات تاجیک تنقید می‌کند. گروه‌های حکومتی مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان طول 6 روز در شهر دوشنبه درباره تعیین و علامتگذاری گوشه‌های بحث برانگیز سرحد دو کشور گفتگو کردند. وزارت امور خارجه امروز با نشر بیانیه کوتاه در وبسایتش خبر داد که دور دیگری مذاکرات از روز 5 ایون تا روز 11 ایون صورت گرفته است. به قول وزارت دو طرف یک سند را امضا کردند، ولی معلوم نیست گروه‌های حکومتی درباره تعیین و علامتگذاری چند کیلومتر دیگری مرز به موافقه رسیدند. با گذشت 13 سال از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر می‌زند و به خونریزی‌های سخت هم پیچیده است. دادگاه عالی تاجیکستان جمالالدین رسولوف رئیس سابق شرکت جمال 2012 را با اتهام قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و ساخته‌کاری حجت‌ها بعد 12 سال زندان محکوم کرد. 5 سال پیش چند زن تاجیک نسبت به این شرکت شکایت کرده بودند و گفتند که آنها را شرکت به عربستان سعودی برده است و گرفتار بدرفتاری از جانب کارفرما شدند. آن زمان رئیس این شرکت این دعواها را رد کرده بود و گفته بود که بر اساس قانون کار میکند. حالا چی شد و با چی دلیل او را زندانی کردند؟ ساعت 17 به وقت مسکو و 18 به وقت دوشنبه در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. نیروهای اوکراین میگویند چندی از روستاها در ولایت دونتسک را از دست سربازان روسیه آزاد کردند. یک واحد نظامی اوکراین با نام الکس داوبوش ویدیویی را در فیسبوک نشر کرد که نشان می‌دهد دهه بلگداتنوی به تحت کنترل سربازان اوکراینی گذاشته است. سخن درباره دهه در نزدیکی شهر اوگلدر می‌رود که در اطراف آن جنگ‌ها ادامه دارند و از پیشروی نیروهای اوکراین در آنجا خبر می‌رسد. مقامات اوکراینی درباره ضبط دهه نسکوچنوی هم خبر دادند. رادیو آزادی این خبرها را مستقلانه تصدیق کردن نمی‌تواند، ولی شبکه‌های روسی در تلگرام از عقب نشینی سربازان روسی از دهه‌های بلگداتنوی و نسکوچنوی خبر دادند. مقامات قرغیزستان کنسرت گروه روسی پرنا فیلم را برهم زدند که اعضای آن مخالف ولادیمیر پوتین و جنگ روسیه در اوکراین هستند. گروه مذکور روز 10 ایون در تلگرام خبر داد که قرار بود کنسرت در همین روز در کلوب بیشکک صورت بگیرد، ولی ماموران امنیتی آمده تهدید کردند که کنسرت را برگزار نکنند.
با قول اعضای گروه به دیگر کلوب و تالارهای بیشکک امر دادند که نگذارند که گروه در آنجا کنسرت برگزار کند. سبب عملکرد مقامات قرقیزستان معلوم نیست، ولی پیشتر از این گزارش می رسید در این کشور چندی از فعالان سیاسی روس که مخالف جنگ در اوکراین هستند دستگیر شدند. و در پایان برنامه شما را با قرب ارزهای خارجی در تاجیکستان شناس می‌کنیم. بانک ملی تاجیکستان برای روزی 12 میلیون 1000 روبل روسی را 132 سامانی و 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 91 درم و 1 یورو را 11 سامانی و 75 درم مقرر کرده است. قرب در بانک‌های تجارتی معمولاً کمی فرق می‌کند. با خبر و گزارش‌های بیشتر شما را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. تا دیدار، خدا نگهدار.